الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارک الله فیکم. این حلقه 28 ما از آموزش کلمت التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبود بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله هستند. و در این حلقه سخنهای اهل علم در شرط یقین به شما بیان کرده خواهد شد. در حلقه های گذشته شما معنی یقین در لغت و در اصطلاح و این چنین دلیل های گوناگون از قرآن عظیم الشان در موضوع این که یقین این شرط لا اله الا الله است و این چنین دلیل های زیاد از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در موضوع این که یقین شرط لا اله الا الله است به شما بیان گشت. و در این حلقه سخنهای اهل علم در شرط یقین به شما بیان خواهد شد. امام بربهاری رحمه الله می گویند: شهادة ان لا اله الا الله لا تقبل من صاحبها الا بصدق النية و خالص اليقين. شهادت دادن بر این که نیست معبودی بر حق بجز الله، یعنی شهادت لا اله الا الله، از صاحبش قبول نمی شود مگرم، یعنی در حالتی که به صدق نیت باشد، نیتش صادقانه باشد و یقینش خالص باشد. معنای سخن همین است که وقتی که یک انسان لا اله الا الله را شهادت می دهد، همان وقت قبول می شود که نیتش صادقانه باشد، یعنی در نیت کذب و ریب و شک و نفاق وجود نداشته باشد و این چنین یقینش خالص باشد، یعنی یقینش این چنین خالص به خاطر الله سبحانه و تعالی و یقینش پره و کامل باشد، یعنی یقین داشته باشد. در غیر این حالت، در نبودن یقین و در نبودن صدق و نیت، قبول نخواهد شد. و البته سوال به وجود می آید که امام بربهاری کیست؟ امام بربهاری رحمه الله صاحب کتاب شرح السنه للبربهاری یکی از علمای بزرگی اهل سنت و الجماعت می باشند و البته علمای صدر اسلام هم هستند. در عصر 4 علمای عصر 4 هستند و استاد این شیخ بربهاری لالکایی می باشد که صاحب کتاب اصول اعتقاد اهل سنت و الجماعه است که از 8 مجلد عبارت است و مصدری تمام کتاب‌های عقیده همین کتابی لالکایی می باشد که این شیخ علمای عصر 3 و 4 می باشند. پس این شیخ بربهاری شیخ معروف هستند و از الله سبحانه و تعالی تمنا میکنیم و دعا میکنیم که به ما میسر بکند که کتاب شیخ بربهاری را به شما شرح و توضیح بدهیم. کتاب شرح السنه. و این چنین ابوالعباس احمد ابن تیمیه در کتاب ایمان خود میگویند که والیقین قد یکون بالعمل والطمأنینه کما یکون بالعلم. یقین در بعض حالتها
به علم می شود و در بعض حالت ها با طمأنینه، با آرامی می شود، چنانه که به علم هم می شود. و این چنین میگن والريب المنافي لليقين يكون ريبا في العلم وريبا في الطمأنينة القلب. ریب یعنی شک و شبهه که یقین رو نابود میکند، این شک شبهه در علم می شود و شک شبهه در آرامی این چنین طمأنینه قلب می شود. یعنی این سخن ابن تیمیه رحمه الله دلالت می کند که نبودن یقین این به وجود آمدن شک و شبهه است و وقتی که شک و شبهه به وجود می آید، در حقیقت شرط دوم لا اله الا الله نابود خواهد شد. و این چنین ابن تیمیه رحمه الله می گویند اسم اليقين والريب والشك ونحوها يتناول علم اليقين وعمله وتصديقه وعدم تصديقه، السكينة وعدم سكينة. ليست هذه الأمور مجرد العلم فقط. يعني نام یقین، اسم یقین، ریب، شک، شبهه و هم مانند همین دیگر چیزها داخل علم قلب است و این چنین عمل قلب است. پس تصدیقش یا تصدیق نکردنش یا که آرام شدن و نشدنش، این تنها مجرد یک علم نیست. مقصد این است که علم یقین این عمل و از عملهای قلب است. و این چنین ابن تیمیه رحمه الله در کتاب استقامه مجله اول صفحه 18 میگویند که فاما اليقين الذي هو صفة العبد فأما اليقين الذي هو صفة العبد فذاك قد فعله من حين عبد ربه. يعني ولا تصح العبادة إلا به وإن كانت له درجات متفاوتة. يعني یقینه که این صفت عبد است که به این یقین عبادت انسان صحیح نمی شود. یعنی در اینجا ابن تیمیه رحمه الله میگویند که یقین این یک عبادت است و یک فعل ضروری است که به این عبادت قبول نمی شود. این شرط قبول عبادت است. یعنی بارک الله فیکم. و درباره یقین ابن تیمیه رحمه الله در کتاب‌های گوناگون سخن‌های زیادی کردند، چگونه که در کتاب مجموعه الفتاوا همه این سخن‌ها ذکر شده است. و این چنین ابن تیمیه یک سخن زیبایی را میگویند که الیقین یتضمن الیقین فی القیام بامر الله وما وعد الله اهل طاعته وتضمن اليقين بقدر الله وخلقة تدبیره. یعنی یقین در برگیرنده، یقین در قائم شدن به امر الله و آن چیزی که الله به اهل طاعتش وعده کرده است، و این چنین در برگیرنده یقین به تقدیر الله سبحانه و تعالی و در تدبیر آن چیزی که خلق کرده است. پس ببینید که در جای دیگر صراحتاً بیان میکنند که یقین این شرط لا اله الا الله است. در مجموعه الفتاوا مجله 20 در صفحه 82 آمده است که میگویند فلا يكون الرجل مؤمنا ظاهرا حتى يظهر اصل الإيمان او أصل الإيمان وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون مؤمنا باطنا حتى يقر بقلبه بذلك فينتفي عنه الشك ظاهرا وباطنا مع وجود العمل الصالح.
یعنی یک مرد و یک انسان مؤمنی حقیقی نمی گردد و مؤمن ظاهر نمی گردد تا همان زمانی که اصل ایمان ظاهر نشود. و اصل ایمان این شهادت دادنی لا اله الا الله و شهادت دادن بر اینکه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. و این در حالت ظاهر بود. یعنی انسان وقتی که لا اله الا الله محمد رسول الله را شهادت می دهد، یعنی ظاهرا ما می بینیم که مسلمان شده است و مؤمن شده است، اما باطنا چی؟ میگن که ولا یکون مؤمنا باطنا، یعنی و درونش با درونش مؤمنی باطنی نمیگردد تا همان وقتی که قلبش به همین گفته اش اقرار بکند. یقر بقلبه بذلك، یعنی همان وقت مؤمنی درونی حقیقی میگردد که به همین شهادت داده اش، به شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله گفتهش، به قلبش اقرار بکند و ینتفی عنه شک، و شک را نابود بکند. یعنی اینچنین اقرار به همین شهادتین بکند که شک از وی نابود شود، هم ظاهرا و هم باطنا شکش نابود شد، مع وجود العمل الصالح، با همراهی به وجود آمدن عمل صالح. یعنی ببینید کدام وقت انسان مؤمن می شود؟ همان وقتی که شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله را بگوید و به قلبش همین گفته را اقرار بکند و شک و شبهه را نابود بکند و عمل صالح را انجام بدهد، پس مؤمن است. وقتی که شک و شبهه باقی است، یعنی یقین نیست، این دلالت میکند که این مؤمن نیست و شهادت لا اله الا الله قبول نیست. و ابن القیم الجوزی رحمه الله میگن که والیقین استقرار الایمان فی القلب علما و عملا. یقین این استقرار کردن و مستقر کردن ایمان در قلب، هم با علم و هم با عمل. و علمای دیگر اهل سنت در کتاب الدر النقی میگن که الیقین الاعتقاد الجازم، یقین این اعتقاد جازم است. و زکریا الانصاری در حدود الانقیه میگن که یقین در لغت این طمأنینه هست، یعنی آرامی قلب است، و در اصطلاح این اعتقاد جازم که لا یقبل التغییر، تغییر را نمیپذیرد. بارک الله فیکم. و این چنین ملا علی قاری حنفی میگن که مستيقنا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه ای بمضمون هذه الكلمة منشرحا بها صدره غیر شاك و متردد في التوحید. و این سخن را ملا علی قاری در کتاب الفوائد صفحه 256 ذکر کردن. میگن که یعنی با قلبش متیقن، یقیندار به مضمون این کلمه شهادت باشد، یعنی به مضمون کلمه شهادت به قلبش متیقن باشد، به قلبش با اعتقاد یقینی باوری 100% باشد. منشرحا بها صدر، صدرش را به همین کلمه شهادت منشرح بکند، بگشاید، و شک و تردد در توحید نداشته باشد. در همون وقت این کلمه شهادت قبول خواهد شد. و اللامشی فی بیان کشف الالفاظ میگن که الیقین هو طمأنینة القلب على حقیقت الشیء. یقین این طمأنینه قلب، آرامی قلب به حقیقت چیزه. پس بارک الله فیکم، این سخنهای علما را وقتی که ما جمع میکنیم به نهایت زیاد است، اما ما معروفترین علمای اهل سنت در جماعت را به شما ذکر نمودیم. و این چنین علمای دیگر به مانند ابن رجب حنبلی سخنهای زیبای را ذکر کرده اند، به مانند سفیان ثوری از تابعین، حسن بصری رحمه الله. پس وقتی که نظر میکنیم به کتاب جامع العلوم والحکم فی شرح
50 احادیث من نبی صلی الله علیه وسلم در مجله دوم صفحه 18 ابن رجب حنبلی میگن فمن حقق اليقین وثق بالله في اموره كلها ورضي بتدبيره له وانقطع عن التعلق بالمخلوقين رجاء وخوفا ومنعه ذلك من طلب الدنيا بالاسباب المكروهه. ببینید هر کسی که یقین را تحقیق می کند، یعنی یقین را در حقیقت پیدا می کند، عملا اجرا می کند، در تمام کارهایش به الله سبحانه و تعالی تکیه می کند و اعتقاد جازم به الله سبحانه و تعالی دارد، به تدبیرهای الله راضی می شد و از مخلوقین تمام تعلقات را جدا می کند، انقطاع می کند. یعنی از مخلوقین به مانند انسان ها هیچ تعلق به انسان ها نمی کند، یعنی امید زندگی از اونها، امید چیزی از اونها نمی کند، بلکه همه امید و همه تعلق را به الله سبحانه و تعالی می کند. امید، ترس، همه این چیزش به الله هست. از مخلوقین نه ترس دارد نه امید دارد. چرا که یقینش تحقیق شده است. پس امروز چرا اکثر مسلمان ها امید خود را به بنده های الله سبحانه و تعالی، به مخلوقات الله سبحانه و تعالی بستند؟ امروز چرا بسیار از مسلمان ها طلب دنیا و چیزهای دیگر را از مخلوقات الله سبحانه و تعالی می کنند؟ زیرا که یقین اونها ضعیف است. یقین اونها در مسئله ایمان به الله و به روز قیامت و به عذاب و به توحید و به رسالت محمد صلی الله علیه وسلم ضعیف است. وقتی که یقین در حقیقت تحقیق می گردد، انسان از تمام مخلوقات ها بی‌نیاز خواهد شد. به یگان نمود مخلوق تکیه نخواهد کرد و به الله سبحانه و تعالی تنها به الله سبحانه و تعالی اعتماد خواهد نمود. در حقیقت این سخنی یکی از علمای بزرگ اهل سنت و الجماعت که ابن رجب حنبلی هستند و ان شاء الله دعا میکنیم که روز از روزها به ما الله سبحانه و تعالی نصیب بکند که کتاب شرح نووی 40 النووی را در حدیث به شما شرح بدهیم و از شرح ابن رجب حنبلی به شما سخن بکنیم. پس ابن القیم الجوزی به نهایت سخن زیبای را ذکر میکنند. در کتاب مدارج السالکین مجله دوم صفحه 318 میگویند که الیقین من الایمان بمنزله الروح من الجسد. یقین از ایمان به منزله روح از جسد است. یقین به ایمان چه تعلق دارد؟ یعنی شما اگر سوال بکنید که یقین به ایمان چی نزدیکی دارد، ابن القیم الجوزی میگن یقین به ایمان تعلقش، نزدیکیش به مانند روح به جسد. روح شما به جسد شما چی نزدیکی دارد؟ سبحان الله. در حقیقت این یک ضرب المثلی به نهایت قوی و آشکار و ظاهر و مفهوم است. روح به جسد و جسد به روح وجود داشتنش ناممکن است. جسدی که روح ندارد این مرده هست و روحی که جسد ندارد این هم چیزی نادیدنی در این دنیاست. برای همین الله سبحانه و تعالی به ما هم روح و هم جسد داده است و در روز قیامت هم روح و هم جسد و در جنت و دوزخ هم روح و هم جسد خواهد بود. و این چنین یقین و ایمان به مانند همین روح و همین جسد است. وقتی که یقین نشد ایمان نخواهد شد. وقتی که یقین نشد ایمان نشد. وقتی که ایمان نشد یقین نمی شود. پس این را می گویند که مهمترین مسائل در مسئله ایمان
و برای همین ابن القیم الجوزی در دوام سخن میگن و به تفاضل العارفون و تنافس المتنافسون و الیه شمر العاملون و عمل القوم انما كان عليه و اشارتهم كلها الیه و اذا تزوج الصبر باليقين حصلت الامامة في الدين. سبحان الله. و بخاطر همین یقین تمام عارفان از همدیگر فرق می کنند و تمام متنافسان مسابقه کننده ها به همدیگر مسابقه می کنند. پس اگر میگند صبر به یقین همراه آمیخته شود، یعنی مثل یک آیله شود، امامت حاصل می شود. صبر و یقین یک جا جمع شود، امامت حاصل می شود. و جعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا لما صبروا و كانوا بآیاتنا یوقنون. سبحان الله. الله سبحانه و تعالی در سوره البته قرآن ذکر می کند و می گوید ما از آنها امامهای را خلق کردیم و امامهای را در بینشان گذاشتیم که یهدون بامرنا لما صبروا، یعنی هدایت یافتگان به امر ما در حالت که صبر کردند و به آیاتهای ما موقنین بودند، یقین داشتند. این آیت دلالت میکند که سبب امام شدن اینها صبر و یقین بود. و این چیز ابن القیم الجوزی میگن بالصبر والیقین تنال الامامة فی الدین. با صبر و یقین در دین امام خواهی شد، به درجه امامت نائل خواهی گشت. در حقیقت امام شدن در نزد الله سبحانه و تعالی، نه در نزد مردم، نه مثل امروزه امام هایی که نامشون و لقبشون امام است اما از توحید خبری ندارند. شرک و توحید را جدا کرده نمی توانند. شرک را توحید، توحید را شرک می نامند. اعوذ بالله من ذلک. خائنان دین و طاغوت پرستان این چنین امام نه، بلکه امامی که در نزد الله امام باشد، گرچنده که در روی دنیا امام نباشد، در نزد الله امام متقین باشد، به دو چیز، از صبر و الیقین. چرا تنها با صبر و یقین انسان امام می شود؟ چرا که صبر یقین تمام نمود اشکال ایمان و توحید را جمع دارد. یقین همان وقت به وجود می آید که انسان مؤمن باشد و عملی حقیقی داشته باشد، پس یقین به وجود می آید. خیلی که ما در شرط های یقین ذکر نمودیم، شرط صحت یقین، شرط صحیح بودن یقین این عمل است، یعنی عمل تصدیق کننده یقین است. بارک الله فیکم. ابو عوانه در مسندشون میگن که باب الدلیل على انه لا ينفع الاقرار حتى يستقين قلبه. باب دلیل بر این که اقرار انسان به انسان منفعت نمی بخشد تا همون زمانی که قلبش به همین گفته اش یقین داشته باشد. ببینید حتی بابهای را در این ذکر نمودند که لا اله الا الله گفتن و اقرار کردن به انسان فایده نمی بخشد تا همون زمانی که در قلب یقین داشته باشد. حسن بصری رحمه الله میگن ما طلبت الجنة الا بالیقین، یعنی من جنت را طلب نکردم مگرم با یقین. و در روایت های دیگری آمده است که حسن بصری میگن که هیچ جنت پرسیده نشد مگرم با یقین و از دوزخ هیچ کس نگریخت دور مگشت مگرم با یقین و هیچ کسی فرائضها را ادا ننمود مگرم با یقین و هیچ صبر بر حق وجود ندارد مگرم با یقین. و این سخن را در کتاب فتح الباری ابن رجب حنبلی ذکر می‌نماید. در حقیقت کتاب فتح الباری دو تا هست، یکیش ابن حجر عسقلانی و دومش کتاب ابن رجب حنبلی که البته کاملا نوشته نشده است. بارک الله فیکم. یعنی این گفته کبار تابعین حسن بصری دلالت میکند که ولا هرب من النار الا باليقين ولا اديت الفراغ الا باليقين ولا صبر على الحق الا باليقين. همه این سخنها دلالت میکند که یقین
این نجات از آتش دوزخ است. یقین این داخل شدن به جنت است. یقین این سبب ادا نمودن تمام فرایض ها است. و یقین این چیزی است که به سبب یقین صبر به وجود میاد. بارک الله فیکم. اساس چیز است. سفیان ثوری میگن که رحمه الله لو ان اليقين وقع في القلب كما ينبغي لطارت القلوب اشتياقا الى الجنه وخوفا من النار. اگر من یقین به قلب واقع بشود چنانه که لازم است همچنین به قلب انسان داخل شود، این قلب پرواز میکند به سوی جنت، اشتیاق به سوی جنت کنان پرواز میکند و از آتش دوزخ به نهایت سخت خواهد ترسید. بارک الله فیکم. پس هر زمانی که یقین به قلب انسان میرسد و قلب انسان پر از یقین میگردد و این قلب به سبب یقین نورانی و اشراق می شود و از قلب انسان تمام شک و شبهه و ریب و ناامیدی و غم و اندوه نابود می گردد و قلب انسان پر از محبت الله و خوف الله و رضاگی الله و شکر الله و توکل بر الله و بازگشت به سوی الله پر می گردد. پس این نجات انسان است. پس یقین این یک ماده هست که تمام مقامات بزرگی و هدایت را با خودش در بر دارد و این معنای سخن ابن القیم الجوزی در مدارج السالکین است. بارک الله فیکم. پس این سخن ابن القیم الجوزی دلالت می کند که یقین در حقیقت شرط صحت لا اله الا الله است. ابن حزم ظاهری رحمه الله از جبائی و طائفه که می گفتند اولی واجب بر مکلف این شک است، یعنی یکی از عقیده های باطل و حتی بعضی از مرجع های غلات هم همین عقیده را دارند که می گویند یک انسان اگر به اسلام در آمدنی باشد اولین واجب بر وی قبول کردن یک باره نیست، یک باره قبول کردن نیست، بلکه اول شک کردن است، اول کمی شک بکند. ابن حزم در حق اینها سخن میکند و اینها را رد میزند و میگد که فلا اقبح من قول هؤلاء، از قول اینها دیده دیگر بدتر و قبیحتر قول نیست که گفتند انه لا یصح الایمان الا بالکفر، که ایمان صحیح درست نیست مگرم با کفر و تصدیق بالجهل. یعنی ابن حزم رحمه الله در این سخنشان شک را کفر می نامند. پس یقین ایمان است و شک کفر است. بارک الله فیکم. پس این ذکر سخنهای علما در مسئله یقین بود و با همین این حلقه را به پایان می رسانیم و در حلقه های آینده بعضی از مسائل گوناگونی که تعلق به مسئله یقین دارد ذکر می نماییم و با همین مسئله یقین را به پایان خواهیم رساند. السلام علیکم.